نیکولا تسلا مخترع و نابغه بزرگ تاریخ علم در تاریخ 10 ژوئیه سال 1856 میلادی در روستای اسمیلیان در امپراتوری اتریش مجارستان به دنیا آمد. امروزه این منطقه بخشی از کشور کرواسی است. خانواده او اهل صربستان بودند. پدرش کشیش ارتدوکس بود و مادرش اگرچه تحصیلات رسمی نداشت، اما توانایی خاصی در ساخت ابزارهای خانگی و وسایل ابتکاری داشت. همین استعداد مادر الهام بخش کودکی نیکولا شد و او را از همان ابتدا به دنیای اختراعات علاقه‌مند کرد. تسلا از همان کودکی ویژگی‌های غیرعادی از خود نشان داد. او حافظهای خارق‌العاده داشت و می‌توانست کتاب‌ها و اشعار طولانی را تنها با یک بار خواندن به خاطر بسپارد. علاوه بر این تخیلی بی‌پایان داشت و می‌توانست دستگاه‌ها را ابتدا در ذهن خود طراحی و آزمایش کند پیش از آنکه حتی چیزی روی کاغذ بکشد. این ویژگی بعدها یکی از رموز موفقیت او در مهندسی و اختراعات شد. نیکولا در جوانی وارد دانشگاه فنی شد و رشته مهندسی برق را دنبال کرد. با این حال او هرگز مدرک دانشگاهی نگرفت، زیرا بیشتر وقتش را صرف آزمایش ایده‌های خودش می‌کرد و علاقه‌ای به برنامه‌های سنتی آموزشی نداشت. با وجود این تسلا دانش بسیار بالایی داشت و خیلی زود توانست در زمینه مهندسی برق پیشرفت کند. او ابتدا در پاریس مشغول به کار شد و سپس در سال 1884 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. ورود او به آمریکا آغازگر فصل مهمی در زندگیش بود. تسلا ابتدا در شرکت توماس ادیسون استخدام شد. ادیسون در آن زمان یکی از بزرگترین مخترعان آمریکا بود و سیستم برق جریان مستقیم را تبلیغ می‌کرد. اما همکاری آنها طولی نکشید. خیلی زود میان ادیسون و تسلا اختلافی بزرگ پیش آمد. ادیسون به شدت به جریان مستقیم باور داشت، ولی تسلا عقیده داشت آینده از آن جریان متناوب است. این اختلاف آغاز ماجرایی شد که بعدها به جنگ جریان‌ها معروف شد. در این نبرد علمی تسلا توانست با همکاری سرمایه‌گذار و مخترع آمریکایی جرج وستینگهاوس سیستم جریان متناوب را به جهان معرفی کند. پیروزی تسلا و وستینگهاوس باعث شد جریان متناوب به سرعت گسترش یابد و به استاندارد جهانی برای انتقال برق تبدیل شود. این موفقیت نه تنها زندگی مردم را تغییر داد، بلکه مسیر توسعه فناوری در قرن 20 را نیز دگرگون کرد. امروزه تقریباً تمام شبکه‌های برق در جهان بر پایه سیستم جریان متناوب تسلا ساخته شده‌اند. تسلا تنها به موضوع برق بسنده نکرد. او پروژه‌های فراوانی را دنبال می‌کرد: موتور القایی، ترانسفورماتور، فناوری رادیو، رادار و حتی ایده‌های اولیه اینترنت بیسیم. او معتقد بود که روزی انسان‌ها قادر خواهند بود انرژی و اطلاعات را بدون استفاده از سیم در سراسر جهان منتقل کنند. این ایده در آن زمان شبیه به یک رویا به نظر می رسید، اما امروز می دانیم که دیدگاه او چقدر آینده‌نگرانه بوده است. در سال 1893 در نمایشگاه جهانی شیکاگو تسلا نمایشی خیره کننده از قدرت جریان متناوب ارائه داد. او با چراغ‌های برقی و دستگاه‌های مختلف بازدید کنندگان را شگفت‌زده کرد و نشان داد که آینده بشر با برق گره خورده است. اما با وجود تمام موفقیت‌های علمی، زندگی شخصی و مالی تسلا چندان خوشایند نبود. او بسیاری از اختراعاتش را ثبت نکرد یا به راحتی از حق امتیاز آنها گذشت. به همین دلیل برخلاف دیگر مخترعان بزرگ هیچگاه ثروت زیادی به دست نیاورد. در سالهای پایانی عمر تسلا در فقر و انزوا زندگی می‌کرد و بیشتر وقتش را صرف غذا دادن به کبوترها می‌کرد. سرانجام در سال 1943 در سن 86 سالگی نیکولا تسلا تنها و فراموشه شده در اتاقی از یک هتل در نیویورک درگذشت. اما مرگ او پایان ماجرا نبود. امروز تسلا به عنوان یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ شناخته می شود. بسیاری از فناوری‌های مدرن مدیون اندیشه‌های او هستند. حتی شرکت مشهور تسلا موتورز که خودروهای برقی تولید می‌کند، نام خود را به افتخار این مخترع بزرگ انتخاب کرده است. تسلا نابغه‌هایی که با وجود تمام سختی‌ها آینده جهان را روشن کرد. این بود داستان. امیدوارم خوشتون بیاد. لایک و ساب فراموش نشه.